أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب وجوب صوم رمضان و بیان فضل الصیام و ما یتعلق به. یعنی که باب در مسئله واجب بودن روزه گرفتن ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان را روزه گرفتن واجب است، یعنی فرض است، حتمی است. و بیان فضل الصیام، این باب همچنین در مسئله بیان کردن فضیلت روزه گرفتن. روزه گرفتن چی فضیلت و چی برتری های دارد در این باب بیان میکند، یا چی ثواب هایی که دارد. و ما یتعلق به، و آن مسئله هایی که مربوط است، تعلق دارد با روزه گرفتن. همچنین بعضی از مسائل مربوط به روزه گرفتن را در زیر این باب امام نووی رحمه الله بیان میکند. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب طبق عادتش اول آیت میارد، بعد میگذرد به قسم حدیث ها. امام نووی رحمه الله در زیر این باب آیه های سوره بقره را آورده است، یعنی آیت 183 و 184 و 185 سوره بقره را امام نووی رحمه الله در زیر این باب آورده است. میگوید که قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی ای آن کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا، ای آن کسانی که ایمان آوردید، کتب علیکم الصیام، یعنی فرض گردانده شدگی از بالای شما روزه گرفتن. یعنی بالای شما روزه گرفتن فرض است، بالای هر مسلمان روزه گرفتن فرض است. کما کتب علی الذین من قبلکم، همان گونه ای که فرض گردانیدگی بود روزه بر کسانی که پیش از شما بودند. یعنی که قوم های پیشینه هم روزه گیری داشتند. الله سبحانه و تعالی در باب نماز ما و شما مسلمان ها را امر کرد به نماز خواندن، نگفت که قومای پیشینه هم به مثل شما نماز داشتند. اما در باره روزه الله سبحانه و تعالی میگوید که قومای پیشینه هم روزه داشتند. چرا؟ زیرا اینکه روزه گرفتن مشقتش و دشواری ها و سختی هایش زیاد است. از این حساب الله سبحانه و تعالی ما را تسلیت میدهد، برای ما و شما آرامی میبخشاند که یعنی روزه فقط برای شما تنها نیست، بلکه قومای پیشینه هم روزه داشتند، اونها هم روزه میگرفتند. پس الله سبحانه و تعالی در اینجا این را بیان کرده ایستاده است: لعلکم تتقون، شاید شما پرهیزگار شوید، شاید شما با تقوا شوید. یعنی روزه را میگیری، روزه گرفتن سبب با تقوا گشتن و پرهیزگار شدن اون روزگیر میگردد. این بود آیت 183 من سوره بقره. آیت 184 در الله سبحانه و تعالی میگوید ایاما معدودات، یعنی همین روزه گرفتن روزهای با شمار هست، یعنی روزهای شمرده شده است، روزهای اندک و معین هست. یعنی روزه دائمی و همیشگی نیست، بلکه روزه چند روزی معین هست که انسان اون چند روزی معین را روزه میگیرد. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، الله سبحانه و تعالی میگوید پس هر کسی از شما بیمار باشد، او علی سفر، یا مسافر باشد، در حالت سفر قرار داشتگی باشد،
فعدة من ایام اخر، پس شمارش این انسان، یعنی روزه گرفتنی که باید روزه بگیرد، می شمارد این روزهای خوردگیش را او من ایام اخر روزه میگیرد. مثلا یک هفته یا 10 روزی رمضان در سفر بود یا چند روزی رمضان بیمار شد، روزه گرفتن نتوانست، اون روزها را در ذهنش میگیرد، چند روز را روزهش را خورده است، فعدة من ایام اخر می شود. یعنی که عده اون انسان، شمارش آن از روزهای دیگر، نه بعد رمضان که میگذرد، چند روزی رمضان که در سفر بود خورد یا که در بیمار بود که خورد، اون را تکمیل میکند و پره میکند. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الله سبحانه و تعالی میگه وعلى الذين يطيقونه، یعنی و بر کسانی که یطیقونه، یعنی روزه گرفتن نمیتوانند یا روزه را میگیرند با مشقت، با سختی، فدیه طعام مسکین، برای اینها کفاره هست، فدیه هست، یعنی کفاره هست. کفاره اشون چی هست؟ طعام مسکین هست. یعنی که کفاره، یعنی طعام دادن یک مسکین است. هر روزی خوردگیش ده یک مسکین طعام میدهد. هر روزی خوردگی ده یک مسکین طعام میدهد. کسانی که روزه گرفتن نمیتوانند، یعنی کسانی که بیمار هستند، کسانی که در سفر هستند. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، پس هر کسی که تطوع بکند، یعنی تطوع یعنی چی؟ یعنی کسی که همین فدیه را، همین کفاره روزه خوردگیش زیادتر بدهد. مثلا یک آدم، یک مسکین طعام نتید و 2 کس طعام بتید، فهو خیر له، پس این خیر و بهتر است برای وی، یعنی زیاد کردنش خوبتر است. مثلا یک آدم یک مسکین طعام نه و 2 مسکین هر روز طعام بتید، این افضل و خوبتر است. یا فمن تطوع، هر کسی که تطوع کند، یعنی غیر ماه مبارک رمضان باز دیگر روزهای سنتی را بگیرد، فهو خیر له، پس برای این انسان خیر می باشد این روزهای سنتی گرفته اش. و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی و اگر که روزه بگیرید شما، یا روزه گرفتنتان خیر لکم، بهتر و خوبتر است برایتان، یعنی روزه بگیرید. از این حساب است که عالمان میگویند وعلی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. این آیت در اول اسلام این بود که کسانی که روزه را با دشواری میگیرند، اونها روزه هایشان را بخورند و هر روز مسکین را، یک مسکینی را در مقابل هر روز خوردگیشان طعام بدهند. پس میگه فمن تطوع فهو خیر له و ان تصوموا خیر لکم. این آیت میگه اون آیت اولینه را منسوخ کرد، اون حکم اولینه را بیکار کرد که روزه گرفتن بهتر و خوبتر است. روزه گرفتن بهتر و خوبتر است، یعنی که انسان فقط برای یک دشواری روزه را نخورد، مگر اینکه اگر بیمار باشد یا خیلی دشواری سخت بالاش بیاید، بعد روزه را میخورد. اما اگر فقط برای یک گشنگی و برای تشنگی و برای این باشد، روزه را نباید بخورد. الله سبحانه و تعالی میگه و ان تصوموا خیر لکم، یعنی روزه گرفتنتون برای شما بهتر است، این کنتم تعلمون، اگر شما این را بدانید. اگر که میدانستید، پس روزه گرفتنتون برای شما خیر و بهتر و افضل تر است. این بود آیت 184 سوره بقره. بعد از این آیت 185 رو میارد، میگوید که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، یعنی ماه مبارک همان ماه است که انزل فيه القرآن، قرآن در این ماه نازل شده است. در ماه
مبارک رمضان قرآن نازل شدگی است. هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان. پس همین قرآن راهنما است برای مردم. قرآن دستور عمل و راهنمای مردم هست. و بینات من الهدی، و دلایلی روشن و واضح هست از راهنمایی. یعنی در راهنمایی قرآن دلیلی واضح و روشن است. و الفرقان، و همچنین قرآن جدا سازنده و جدا کننده است بین حق و باطل. پس حق را میخواهی به واسطه قرآن میتوانی جدا بکنی، باطل را میخواهی بدانی به واسطه قرآن تو میتوانی فرق بکنانی. و الفرقان یعنی قرآن جدا کننده بین حق و باطل است. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. یعنی هر کسی که شهد منکم الشهر، یعنی حاضر گردید یا رسید از شما ماه مبارک رمضان ده، در ماه مبارک رمضان رسید یعنی ماه را دید، فلیصمه، پس اون انسان باید ماه مبارک رمضان رو روزه بگیرد. و من کان مریضا او علی سفر، هر کسی که بیمار باشد یا مسافر باشد، فعدت من ایام اخر، پس شماریدن این انسان در روزهای دیگر هست. یعنی که چند روزی را در سفر بود خورد یا چند روزی را بیمار بود که خورد، بعد رمضان بعد از عید گذشتن میتواند که اون روزهای خوردگیش را روزه بگیرد. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. یرید الله بكم اليسر یعنی الله سبحانه و تعالی برای شما آسانی میخواهد. ولا یرید بكم العسر، و الله سبحانه و تعالی برای شما عسر و سختی و مشقت را نمیخواهد. از این حساب است که الله سبحانه و تعالی میگه هر کسی که بیمار باشد، هر کسی که در سفر باشد، سفر مشقت آور باشد، پس روزه اش را در رمضان بخورد، چند روزی سفرش ده، بعد قضاش بدارد. ولتکملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتکملوا العدة یعنی که باید کامل گردانید شما عده را، یعنی که شماریشو همون روزهای مقرر شده روزگیری را، یعنی همون ماه مبارک رمضان که 29 روز می آید یا 30 روز می آید، با دیدن ماه روزه میگیریم. ماه مبارک رمضان را دیدیم روزه میگیریم، ماه مبارک شوال را دیدیم روزه همون را میخوریم، عید میکنیم. پس از این حساب الله سبحانه و تعالی میگه ولی تکملوا العدة، یعنی کامل گردانید عده را، یعنی که شماریش را 29 روز است یا 30 روز است پررش بگردانید. ولی تکبروا الله علی ما هداکم، و بزرگ دانید الله سبحانه و تعالی را برای آن علی ما هداکم، بر آن چیزی که شما را هدایت کرده است. یعنی برای هدایتی که الله سبحانه و تعالی شما را داد، شما الله را بزرگ بدانید، یعنی که الله سبحانه و تعالی را بزرگ بدانید. ولعلکم تشکرون، شاید که شما سپاس گزار و شکر گوینده و تشکر گوینده باشید گردید. ولعلکم تشکرون، شاید که شما از جمله سپاسگزاران گردید. این بود آیت 185 سوره بقره. پس با همین امام نووی رحمه الله قسم آیت را به آخر رسانید و میگذرد به قسم حدیث ها. میگه و اما الاحادیث فقط تقدمت فی الباب الذي قبله. اما حدیث ها میگه فقط تقدمت فی الباب الذي قبله، یعنی گذشت در بابی که پیش از خودش بود. یعنی که چند حدیث های در باب پیشینه ما و شما درباره روزه گرفتن خواندیم، یعنی که در باب واجب بودن زکات. البته بگم چند حدیث ها که هم زکات و هم روزه می آورد. از این حساب میگه که حدیث ها در باب پیشینه در باب واجب بودن زکات گذشتند. اما با چند حدیث دیگر هم همچنین می آورد. اکنون حدیثی که می آورد، اولین حدیث این باب حدیث 1214 کتاب ریاض الصالحین می باشد. امام نووی رحمه الله
در زیر حدیثی 1214 میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو هریره رضی الله عنه میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند قال الله عز و جل، گفت الله عز و جل، یعنی این حدیث قدسی می باشد که الله سبحانه و تعالی فرمودند کل عمل ابن آدم له الا الصیام، یعنی هر عملی فرزند آدم از خودش می باشد مگر روزش. یعنی هر عملی که انسان انجام میدهد از خودش است مگر اینکه روزش. درباره این گپ عالمان میگویند که معناش این است که در روز قیامت هر عملهای دیگر ثوابش، انسان که کمبودی کرده باشد در حق کسی دیگر، ثواب این را گرفته به کسی دیگر میدهند. پس در روز قیامت یگان کمبودی در حق یک برادرت کردگی باشی، ثواب نماز تا ثواب غیر روزه هر عبادت دیگری که کردگی هستی ثوابی تو را میگیرن برای اون انسان میدهند. یعنی که در مقابل ظلم و ستم و یگان ناعدلی که کرده باشی در حق یک برادرت، الله سبحانه و تعالی میگه ثواب هر چیز رو برای دیگر کس میدهد در مقابل ظلمش یا در مقابل کمبودیش، غیر روزه. اما روزه را ثواب شب برای دیگر کس الله سبحانه و تعالی نمیداده است. الله سبحانه و تعالی ثواب روزه را برای دیگر کس نمیداده است. از این حساب که الله سبحانه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که الله سبحانه و تعالی گفت که کل عمل ابن آدم له الا الصیام، یعنی هر عمل فرزند آدم از خودش می باشد مگر اینکه روزه. الله سبحانه و تعالی میگه فانه لی، پس هر آینه میگه روزه از من است، و انا اجزی به، الله سبحانه و تعالی میگه که من پاداش اون بنده را میدهم. در مقابل روزگیریش اون انسان روزگیر را پاداشش را الله میگه که من میدهم. و صیام جنتون، و صیام سپر است، یعنی روزه گرفتن سپر میباشد. فاذا کان یوم صوم احدکم، پس هر گاهی که میگه روزی روزداری کسی از شما بود، فاذا کان صوم یوم احدکم، پس هر گاهی که روزدار بودید کسی از شما، مثلا یک وقتی بود که شما روزدار بودید، فلا یرفث ولا یسخب، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که پس فلا یرفث یعنی ناسزاگویی نکند، یعنی دشنام و سخنان قبیح نگوید انسان روزدار، ولا یسخب و همچنین داد و فغان و فریاد هم نزند، یعنی گزلکی و غضب نکند، هر چی ده فریاد و داد و فریاد کردن این کارها رو نکند، میگه انسان روزدار. فان صابه احد او قاتله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه اگر که کسی دشنام بدهد، فان صابه احد یعنی کسی این انسان روزدار رو دشنام داد، او قاتله یا با این انسان درگیر شد، با جنگ خیست، فلیقل انی صائم، پس این انسان روزدار در جواب اون انسان دشنام دهنده یا اون انسان جنگ کننده بگوید که من روزدار هستم. یعنی چی؟ یعنی منم میتوانم تو را جواب بدهم، اما این روزه است که پیش مرا گرفته است، این صائم، من روزدار هستم. والذی نفس محمد بیده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه قسم به ذاتی که نفس محمد صلی الله علیه و سلم در دست اون ذات است، لخلوف و فم الصائمی، حتما میگه بوی دهان انسان روزدار اطیب عند الله من ریح المسک، یعنی خوشبوتر است در نزد الله سبحانه و تعالی از بوی مشک ددیده. از بوی مشک ددیده انا همون بوی دهان انسان روزدار در نزد الله سبحانه و تعالی خوبتر بوده است، افضلتر بوده است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که للصائم فرحتان، یعنی انسان روزدار دو خرسندی دارد، یعنی انسان روزدار دو بار خرسند می شود.
میگه یفرحهما، دو بار خرسند می شود انسان روزدار. یکمش کی است؟ اذا افطر فرح بفطره، هنگامی که افطار میکند، شام می شود، بیگه می شود، افطار که میکند، فرح بفطره، یعنی خرسند می شود انسان روزدار با افطاری کردهش، یعنی که از صبح تا شام انتظار بود، وقتی شام می شود روزهش را می شکاید، روزهش را می کشاید، این انسان شاد می شود، خرسند می شود. این یکم خرسندی است. دویم خرسندی کی است؟ و اذا لقی ربه فرح بصومه، دویم خرسندی میگه و هنگامی که ملاقات کرد با پروردگارش، فرح بصومه، خرسند می شود برای اون روزه های گرفتهش. در این دنیا روزه میگیری، وقتی در روز قیامت با الله تبارک و تعالی ملاقات میکنی و روبرو میشوی، در محضر الله سبحانه و تعالی قرار میگیری، بسیار خرسند میشوی، خرسندی تو را فرا میگیرد برای اون روزه های گرفته‌ات. پس انسان روزدار دو خرسندی داشته است، یک بار در وقت افطار، یک تا دیگرش در ملاقات با پروردگارش. این حدیث متفق علیه است و هذا لفظ روایت البخاری، و این لفظی روایت بخاری است، و این لفظ روایت بخاری رحمه الله می باشد. و فی روایت له، در یک روایت دیگری در بخاری آمدگی است که یترک طعامه، یعنی انسان روزدار ترکی خوردن میکند، یگان چیز نمیخورد، طعام نمیخورد، و شرابه، و یگان چیز نمی نوشد، و شهوته من اجلی، و شهوتش را حتی به خاطر الله سبحانه و تعالی میقپد، میدارد. الصیام لی، الله سبحانه و تعالی گفته است که روزه گرفتن، روزه از آن من است، و انا اجزی به، و من هستم که پاداش او را میدهم، پاداش انسان روزگیر را میدهم. والحسنه بعشر امثالها، یعنی پاداش هر عمل نیک، والحسنه یعنی پاداش هر عمل نیک، بعشر امثالها یعنی 10 برابر است. هر عمل نیکی که میکنی 10 پاداش، 10 برابر پاداش در نامه اعمالت نوشته می شود. این بود روایتی دیگری از امام بخاری رحمه الله. و فی روایت لمسلم، اما در روایت مسلم آمدگی است، در یک روایت دیگر هم امام مسلم این حدیث را می آورد، میگوید که کل عمل ابن آدم یضاعف، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که هر عمل فرزند آدم یضاعف، یعنی چند برابر میگردد، هر عمل فرزند آدم چند برابر زیاد میگردد. الحسنه بعشر امثالها، یعنی پاداش نیکویی 10 برابر است. بعشر امثالها یعنی 10 برابر هست. بعشر امثالها الى 700 ضعف، یعنی از 10 برابر تا 700 برابر هست. هر عمل نیک از 10 برابر میگه تا 700 برابر نوشته می شود، افزایش پیدا میکند برای انسان عمل کنندش. قال الله تعالی، میگه الله سبحانه و تعالی گفته است که الا الصوم، مگر اینکه روزه، یعنی هر عمل صالح از 10 تا 700 برابر افزایش زیاد می شود ثوابش، مگر اینکه روزه. فانه لی، الله سبحانه و تعالی میگه روزه از آن من است، و انا اجزی به، و من هستم که پاداش او را میدهم. پاداش روزه و روزه گیرنده را میگه الله، میگه که من میدهم، یعنی که پاداش روزه از این 700 هم بالا هست، زیرا که این پاداش را فقط الله خودش میداند که الله میگه الا صوم، فقط صوم است که یعنی از این دم پاداشش از 700 برابر دم زیاد هست. الله سبحانه و تعالی گفته است که یدع شهوته و طعامه من اجلی، یعنی انسان شهوتش را ترک میکند، خوردنش را، نوشیدنش را به خاطر من میگد، الله میگد که انسان ترک میکند. یعنی که حاضر انسان روزدار مثلا شهوتش هم بیاید با همسرش هم خوابگی نمی کند، چرا؟ به خاطر الله که ثواب بگیرد، روزهش نشکند.
یا وقتی گشنه می شود، تشنه می شود، یگون چیز نمی خورد، نمی نوشد. چرا؟ به خاطر اینکه روزش باطل نشود. این نخوردن و شهوت را نگاه داشتن برای چی است؟ به خاطر الله، که الله سبحانه و تعالی روزه انسان را قبول کند. الله سبحانه و تعالی اکنون میگه که للصائم فرحتان، یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که انسان روزدار دو خرسندی دارد. فرحتون عند فطره، یک خرسندیش در وقت افطار کردن است. وقتی بیگه می شود افطار، وقتی افطار می شود انسان بسیار خرسند افطار میکند. و فرحتون عند لقاء ربه، و یک خرسندی دیگرش، یعنی خرسندی دویم بار خرسند شدنش در وقت ملاقات با پروردگارش می باشد. ولخلوف فیه اطیب عند الله من ریح المسکی، یعنی که بوی دهان انسان روزدار اطیب عند الله، خوبتر است، افضلتر است در نزد الله سبحانه و تعالی از بوی مشک ددیده. از بوی مشک ددیده بوی دهان انسان روزدار در نزد الله سبحانه و تعالی خوبتر و افضلتر و بهتر بوده است. این بود حدیث 1214 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1215 کتاب ریاض الصالحین، ان شاء الله درس امروزه را در همین جا به پایان میرسانیم و این حدیث 1215 را ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس به الله تبارک و تعالی میسپارم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.